عجیبترین های میوه در دنیا. کازا بنانا، بزرگترین و عجیبترین موز دنیا با اندازه 60 سانت، با طعم شیرین لذیذ خربوزه مانند. نیپا، میوه‌ای از نخل‌های جنگل هرات در اقیانوس هند و آرام. این میوه قسمت خوراکی ژلاتینی نیمه شفاف با طعمی شیرین و خامه‌ایه. موکامبو، از بستگان درخت کاکائو بومی آمریکای جنوبی با طعمی شیرین و دلپذیر و دانه‌هایی با طعم آجیل. سافو، درختش که به درخت کره معروفه، اصالتاً آفریقاییه. میوه طعمی مانند پوره سیب زمینی خامه‌ای که روش آب لیمو زده باشی داره. کاتسورا، از جنوب شرقی آسیا، به میوه جاودانگی معروفه و طعمی شبیه زنجبیل آبدار داره. سکروپاین، بومی مناطق گرمسیری، معنای واقعی کلمه بتا کاروتن که طعمی شبیه شهد غلیظ انبه داره. وود اپل، میوه درختان بومی شبه قاره هند، میوه‌ای با بافت شبیه زمین خیس و پوسیده جنگل، با طعمی شبیه مارمالادی که بخشی از مرکبات و حدودی با تمر هندی درست شده باشه. اوتا فروت، بومی منطقه جنوب صحرای آفریقا، دارای 2 قسمت خوراکیه: گوشت خامه‌ای دور دانه‌ها، مزه مارسیپان و الیاف نرم دور دانه‌ها، طعم ماست ترش داره. منگوستین، بومی جزایر جنوب شرقی آسیا، طعم شیرین و تند، آبدار، تا حدودی